جشن فرخنده ملت سیومین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه ونج کارهای آبادانی و سازندگی جریان تازه دارد. بنیاد پل ماشینگذار در بالای دریای ونجاب در جماعت دهات جاویدان که تحفه بینظیر و ارزشمند اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای 40 خواجگی روستای پوتا و ارنوت در عرفه انجام یابیست. کارهای کفشرگری در پل ماشینگذار پورا به انجام رسیده، کارهای تخت و هموار کردن راههای به کوپروک پیوست شونده نیز در جریان میباشد. برای هموار کردن راههای به پل پیوست شونده، تکنیکاهای حاضر زمان جمعیت دارای مرصدش محمود احمدیان در کارهای راهسازی جلب شده به بنیاد راههای هر دو طرف ساحل زحمت میکشند. پل ماشینگذار از جانب پژوهشگاه لایحه‌کشی وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان تهیه گردیده است. کارهای ساختمانی باشد از سال 2014 این جانب شروع گردیده، مبلغ لایحه‌ای پل ماشینگذار و راههای درآمد به پل 6.5 میلیون سومانی را در بر میگیرد. تا به امروز بیش از 3 میلیون سومانی کارهای ساختمانی در پل به اتمام رسانیده شده است. انشاءات نامبرده با درازی 75 متر و پهنایی 3.1 متر با اقتدار باربرداری 15 تانه در بالای دریای ونجاب به ناحیه ونج لنگر انداخته است. تا امروز پلسازان توانستند 90% کارهای انشاءاتی برای ساکنان جماعت دهات جاویدان مهم را با موفقیت انجام بخشند. طبق لایحه در ساحل چپ 480 متر و از طرف راست ساحل 1.5 کیلومتر راه بنیاد شده ایستاده است. راههای درآمد به پل نیز از جانب مهندسان جمعیت دارای مقصودش محمود احمدیان که راهبری آن را جوان کاردان عادل شیرینجان به ذمه دارد وسیع و سنگفرش کرده می شود تا حرکت منتظم نقلیات را در جاده‌های بنیاد شونده به مشکلات تامین نمایند. مبلغ‌گذاری پل ماشینگذار مؤسسه دولتی مدیریت کارخانه‌های ساخته شده ایستاده وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان میباشد. در پل مذکور کارهای رنگ و بارکنی باقی مانده است که تا برگزاری قبول کمیسیه دولتی این کار نیز با صفت بلند اجرا می شود. با درخواست ساکنان روستاهای مذکور از جانب جمعیت دارای مقصودش محمود احمدیان شورای سال 2020 حرکت نقلیات از بالای پل ساخته شده به دهه‌های پوتا و ارنوت براه مانده شد که مشکلات 100 ساله موجود بوده باشند که آرزوی پیرو برنای این دیار بود جامعه عمل پوشید. جدوجهد راهسازان امروزها با وسیع کردن راهها و هموار کردن 42000 متر مکعب کارهای زمینی در طرف راست ساحل سرعت و صفت بلند را کسب کرده است. پل ماشینگذار پیشنهاد ساکن دهه پوتا عبدالبصیر مزاریف از پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در سال 2010 بود که از برکت صلح و ثبات و وحدت کامل کشور این درخواست پیری روزگار دیده از طرف دولت حکومت کشور با مبلغ‌گذاری وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان در مدت کوتاه عملی گردید. مردم مهنت قرین این گوشه دیار این تحفه ارزشمندی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را در روزهای جشن سیومین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان ارزشمندترین انشاءات برای حل مشکلات دهاتیان ارزیابی کردند. این تشبث نیز در دوره سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی اعلام گردیدن سالهای 2019-2021 از جانب رهبریت دولت به خاطر بهتر شدن سطح و صفت زندگی در دهه‌های دوردستی کشور می باشد.